أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 55 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 56 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس السادس والخمسون، یعنی درس 56. درس 56 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن و برای از یاد کردن دارد که باید این کلمه ها حفظ کرده شوند، اولا با تمام نازکی هایشان، بعدا خوانده شود حوار و گفتگوی درس 56. صاحب کتاب میگوید که یکمین کلمه میآورد، میگوید مطرقتون. مطرقتون یعنی بالغه یا ملتاک. مطرقتون بالغه یا ملتاک. جمعش می شود مطارق. مطارق یعنی بالغه ها یا ملتاک ها. مطارق صیغه منتهی الجموع هست، غیر منصرف است، از این حساب آخرش تنوین را قبول نمی کند. بعد از این میگوید که فأسون. فأسون یعنی تبر، یا میتونیم بگیم تیشه. فأسون تبر یا تیشه. این اسم مفرد است. جمعش میشود فؤوسون، یعنی تیشه ها یا تبرها. این جمعی فأسون. بعد از این میگوید منشارون. منشارون یعنی اره. منشارون اره. جمعش می شود مناشرو، یعنی اره ها. مناشرو صیغه منتهی الجموع است، از این حساب آخرش تنوین را قبول نمی کند. و کلمه منشارون ما و شما از علم صرف می دانیم که این اسم آلت است. منشارون اسم آلت است بر وزن مفعالون و مثل مفتاحون. ما گفتیم که اسم آلت به 3 وزن می آید: مفعلون، مفعلتون، مفعالون. پس این منشارون بر وزن مفعالون است. منشارون از نشر ینشرو گرفتگی است. نشر اره کرد، ینشرو اره می کند. منشارون آلت اره کردن. این فعل رو در آخری همین کلمه های نوی درس 56 می آورد. نشر ینشرو، یعنی که در آخرش ببینید این کلمه را آورده است. از ان همین فعلی نشر ینشرو نشرون، از ان همین فعل گرفته منشارون اسم آلت ساخته است. منشارون اسم آلت ساخته اند. پس این اسم آلت بوده است بر وزن مفعالون، یعنی آلت اره کردن. پس آلت اره کردن چی است؟ اره هست. بعد از این میگوید شوکتون. شوکتون یعنی چنگک یا شوکتون همون ویلکه که این والله علم روسی است ویلکهش که بعضی ویلکه استفاده میبرن. پس شوکتون چنگک یا همون ویلکه. جمعش جمعی مؤنث سالم میشده است شوکاتون، یعنی ویلکه ها یا چنگک ها. بعد از این میگوید صحنون. صحنون یعنی لعلی یا بعضی تقسیمچه یا طبقچه یا تریلکش میگوین. پس همه این کلمه هایی که حالا ترجمه کردیم در اینجا جایز است بگیم. میشه لعلی بگیم، لعلی هایی که استفاده میبرن، یا تقسیمچه، بعضی همون لعلی را تقسیمچه میگوین، یا می شود که ترلکه بگوییم یا می شود طبقچه بگوییم. صحنون
پس این از ترجمه است. جمعش می شود صحون، لعله ها، طبقچه ها، ترلکه ها، یا میتونیم بگیم تقسیمچه ها. این جمع است. بعد از این میگوید ملعقتون. ملعقتون یعنی قاشق. جمعش می شود ملاعق، قاشق ها. ملاعق همچنین صیغه منتهی الجموع که هست غیر منصرف است، آخرش تنوین رو قبول نمی کند. پس ملاعق یعنی قاشق ها. و کلمه ملعقتون همچنین اسم آلت هست. اسم آلت ملعقتون بر وزن مفعلتون. اکنون ملعقتون از کلمه لعق یلعق لعقون گرفته شده است. لعق میتونیم بگیم خورد. لعق به معنای خوردن می آید و لعق به معنای لب زدن می آید. یه چیز در لب میزنی، ان همین رو میگوین لعق. یلعق لب میزند یا میخورد. لعقون لب زدن یا خوردن. اکنون ملعقتون از همین لعق یلعق گرفتن اسم آلت ساختن. ملعقتون یعنی آلت خوردن یا آلت لب زدن. پس قاشق آلت هست که ما با اون طعام رو میخوریم، یا آلت هست که در لبمون میگذاریم برای طعام خوری. پس میشود ملعقتون اسم آلت از فعل لعق یلعق. لعقون لعق یلعق از باب پنجمی 22 از باب چهارم 22 باب صرفی است. از باب علم یعلمو هست. بعد از این میگوید جدون. جدون یعنی بابا، پدری پدر یا پدری مادر. جدون بابا. جمعش می شود اجدادون، باباها. اجدادون باباها. بعدش میگوید جدتون. جدتون یعنی ماما. جدتون ماما، مادری پدر یا مادری مادر. جدتون می شود ماما. جمعش می شود جداتون. جمع مؤنث سالم می شده است. مادر ماماها. جداتون ماما بزرگها یا ماماها. جمعش بعد از این میگه که ابوانی. ابوان یعنی پدر و مادر. ابوان که شد پدر و مادر. ابون پدر. ابوان که شد تثنیه شد. دو پدر نمیگوییم. ابوان یعنی که پدر و مادر یا والدان پدر و مادر می شود. ابوان همچنین پدر و مادر. بعد از این میگوید اقاربو. اقارب یعنی خویش و تبار. خویش و تبار. بعد از این میگوید مطیعون. مطیعون یعنی اطاعتگر، شخص اطاعت کن، شخص سرفرو میبردگی، آدم گبگیر. مطیع آدم گبگیر. اکنون مطیعون اسم فاعل است. مطیعون اسم فاعل است. از فعل اطاع یطیع اطاعتا گرفته شده است. اطاع اطاعت کرد، سرخم کرد، گپ گرفت. یطیع اطاعت میکند، سرخم میکند، گپ رو میگیرد. اطاعتا سرخم کردن و گپ گرفتن میباشد. از بابی هفتم است. از 22 باب صرفی بابی هفتم است. باب اکرم یکرمو. اطاع یطیع در اصل اطیع یطیع هست. اطیع یا متحرک مقابل مفتوح رو قلب الف کردیم شد. یا حرکت دار حرکت در مقابل دادیم و یا رو در محل معرض حرکت قلب یک کردیم، قلب الف کردیم شد اطاع یعنی اطاعت کرد و یک بار در زمان گذشته. یطیع اصل یطیع بود، اطاعت میکند و یک بار در زمان آینده. پس مطیع اسم فاعل است یعنی اطاعتگر، گبگیر، آدم گبگیر. اسم مفعولش میشود مطاع. مطاع یعنی اطاعت کرده شده، گب گرفته شده. مطاع اسم مفعول میشه. مطیع اسم فاعل میشود. بعد از این میگوید عاصین. عاصین یعنی گناهگار. عاصین گناهگار. عاصین سرکش. عاصین آدمی گب نمی گرفتگی. عاصین اسم فاعل است. این عاصین اسم فاعل است. به مثل رامین یک آدمی می پرتفتگی، عاصین یک آدمی گب نمی گرفتگی یا آدمی سرکش. عاصین اصلا از فعل
عصا یعصی گرفته شدگی است. عصا یعنی سرکشی کرد، گپ ناگیریمی کرد، اطاعت نکرد. عاصین. عصا یعصی یعنی سرکشی میکند، بیسری میکند. معصیتن یعنی سرکشی کردن، گناه کردن. عصیانون همچنین مصدر است. معصیتن، عصیانون دو مصدر دارد، عصا یعصی یا مصدرهای زیاد دارد، اینها مصدرش هستند. اکنون عاصین در اصل گفتیم از باب عصا، عصا یعصی گرفته که عصا در اصل عصایه بود به مثل رمیه، رماش میگیم عصا. یعصی در اصل یعصیو بود به مثل یرمیک، یرمیو است اصلش. از باب ضرب یضربو است، ناقص یایی است. اکنون عاصین در اصل عاصیون بود به مثل رامین، رامیون بود به مثل انا همون است که اعلال قادین را بالاش جاری کردیم شد عاصین. در حالت رفع، در حالت جر یا حذف می شود، در حالت نصب یا بر می گردد و حرکت ظاهر می شود. خب این عاصین هست، از فعل عصا یعصی گرفته شده است، اسم فاعل است. بعد از این میگوید که مؤدبون. مؤدبون یعنی با آداب، مؤدب با آداب، این اسم مفعول هست. پس میتونیم مؤدب رو بگیم آداب داده شده. این دیگرها یا کسی دیگر این آدم رو تربیه کرد، این انسان مؤدب شد، یعنی آداب رو قبول کرد برای خودش. از این انسان میگیم مؤدب. مؤدب اسم مفعول است. این از باب ادب یؤدب تأدیبا گرفته شدگی است. ادب یعنی که تربیه کرد، ادب داد. یؤدب تربیه میدهد، ادب میدهد. تأدیبا ادب دادن، تربیه دادن. از باب هشتم است، از باب فرح یفرح تفریحا می باشد. از 22 باب صفی باب هشتم است. اکنون مؤدبون اسم مفعول هست، یعنی تربیت گرفته شده. اسم فاعلش چی می شود؟ مؤدبون، آدم تربیتگر، یعنی استاد. همون کسی که کسی دیگر تربیه میدهد اون را میگن مؤدب. اون انسانی که تربیه گرفته است اون را میگن مؤدب، اسم مفعول. بعد از این میگه غیر مؤدبین یعنی بی ادب. غیرو نفیش کرده کنون، مؤدب با ادب، غیر مؤدب یعنی بی ادب. بعد از این میگه کن یعنی باش. کن، کان یکونو فعل امرش میشود کن. کان بود، یکونو میباشد، کن باش. این فعل امری از فعلهای ناقصه است. یا در اینجا کن میتونیم بگیم که تام است یا ناقص است، هر دوش جایز است. بعد از این میگه لا تکون یعنی نباش. لا تکون نباش. اصل چی بود؟ لا تکونو، تکونو بود. در اولش لای ناهیه در آمد، آخرش جزم کرد چه تکون واو داشت و سبب التقای ساکنین واو ساکن نون ساکن و حذف کردیم شد لا تکون یعنی نباش. این لام لای چی است؟ لای ناهیه است، آخر فعل مضارع جزم میکند. بعد از این میگوید شوربتون. شوربتون این کلمه عربی نیست. شوربتون این کلمه عربی نیست. اصلا در کتاب‌های عربی بعضی جا استفاده می شود، اما نه با این شوربتون. با عربا در کتاب‌ها میگن که شربتون یا که شوربتون. شوربتون میگویندش. دقت دادید؟ این کلمه شوربتون اصلا از فارسی گرفته است. همون شوربایی که میگیم همون شوربا است. شوربتون یا شوربتون همون شوربایی که در تاجیکی است همون است. اما به عربی شوربا حساون می شود. بهتر خوبتر است که در اینجا کلمه حساون می نویست، شوربا می شود. یا همچنین مرق هم بگه می شود. مرقون، مرقون یعنی آبی شوربا می شود. وقتی که نزدمون طعام رو بیارن، شوربا رو بیارن، در داخلش کارتشکا و پیاز و گوشت و همه چیزهاش باشد، مثلا یگان دانگی و ایسوسوکی باشد بیارن، اون می شود حساون. اون حساون هست یعنی شوربا. اما اگر که آوی خالی بیارد، مثلا خام شوربا رو آوی خالش پیشت بیارن، گوشت نیارن، اتیانت کارتشکش نیارن، ساوزش آوی خالی بیارن، این آوی خالی مرقش میگن. به عربی چی است؟ مرق. مرقون،
آبی خالیه که در دروش آبی شوربایی که آبی طعامی که در دروش هیچ چیز ندارد. پس معلوم شد که این شوربتون فارسی است. شوربتون فارسی است. اینجا ما میتونیم فارسی بودنش از دو طریق اثبات کنیم. یکیش که شور دیگه التقاء ساکنش دیگه بین واو و ر. در زبان عربی این طور شدن جایز نیست. التقاء ساکنه در زبان عربی ممکن نیست. پس معلوم شد غیر عربی است. به هر صورت این عربی نیست. این کلمه عربی نیست. میتونید بگید که شوربتون یا شعوربتون یعنی شوربا، یعنی همون حساونش بگین به عربی بگینش حساون شوربا، یا آوش گفتنی باشید پس بگید مرقون. بعد از اون بگید صیفون. صیفون یعنی تابستان. صیف تابستان، فصلی تابستان. بعد از این بگید خشبون. خشبون یعنی چوب. خشب یعنی چوب. جمعش می شود اخشابون یعنی چوبها. اخشابون یعنی چوبها. بعدش میگه مسمارون. مسمار یعنی میخچه. مسمار میخچه. جمعش می شود مسامیرو. میخچه ها. مسامیرو یعنی که میخچه ها. بعدش میگه التفت. التفت یعنی توجه کرد و یک مرد در زمان گذشته. التفت توجه کرد و یک مرد در زمان گذشته. التفت یلتفتو فعل مضارعش می شود، توجه میکند و یک مرد در زمان آینده. التفاتون مصدرش می شود، یعنی توجه کردن یا به این طرف اون طرف نگاه کردن. آدمی که توجه میشه این طرف طرفش نگاه میکنن امیرا میگن التفت، یعنی این طرف طرفش نگاه کرد. التفت از باب چند است؟ از باب 11 است. از باب اجتمع یجتمع اجتماع است. پس بگیم التفت یلتفت التفاتون. این از باب 11 است، از 22 بابی صرفی. بعد از این میگه احترم. احترم یعنی که احترام کرد. احترم حرمت کرد، احترام کرد. این فعل ماضی است. فعل مضارعش میشود یحترم، احترام میکند، حرمت میکند. مصدرش میشود احترامون، احترام کردن، حرمت کردن. احترم یحترم و احترامون همچنین از باب 11 است. از 22 باب صرفی باب 11 است. از باب اجتماع یجتمع اجتماع. احترم یحترم احترامون از باب 11 است. این شب همچنین. بعد از این میگه دائما. دائما این ظرف است، یعنی همیشه. دائما منصوب است به خاطر چی؟ به خاطر که ظرف است، یعنی همیشه. دائمی و شما با توش میگیم دائمی یعنی همیشه، همه وقت. برای ظرفی زمان است، وقت است. برای هم خاطر همچنین منصوب است. بعد از این میگه اثناء. اثناء یعنی در بین. اثناء همچنین ظرف است، ظرفی زمان است. در بینی، در میانی یا در وسطی، در سیاقی، اینطور ترجمه می شود اثناء. و منصوب بودنش هم اثناء به خاطر آن است که این ظرف است. بعدش باز مثال میاره میگه اثناء الدرسی، یعنی در بین درس، در میان درس، در خلال درس، در وسط درس، در سیاق درس. پس این ترجمه ها می شود اثناء الدرسی. اثناء مضاف، درسی مضاف الیه. اثناء برای چه منصوب است؟ به خاطر اینکه ظرف است. بعد از این میگه نجارون. نجارون یعنی دوریدگر. نجار ترجمهش به تاجیکی ما و شما دوریدگر. دوریدگر یعنی اوستای تخته. کسی که با تخته سر و کار دارد، در تریزه و صندوق و چیزهای تختگی را میکند، این به تاجیکی چی میشود؟ دوریدگر. و اوستای تختشه میگوییم، اوستای تخته است. اکنون نجارون یک دوریدگر. جمعش میشود نجارون، یعنی دوریدگرها، اوستاهای تخته. اکنون نجارون این اسمی چی است؟ این صفت مشبهه است، اسمی فاعل هست. صفت مشبهه یعنی یک کسی به سر کار داشتگی و تخته و به این چیزها. این را ما میگیم اسمی فاعل. صفت مشبهه گفته بودیمش در صرف میر. فعالون هم بر وزن صیغه مبالغه است، هم صفت مشبهه. اما این نجارون صفت مشبهه است. اکنون نجارون این از کدام فعل گرفته شده است؟ یعنی فعلش چی است؟ ما فهمیدیم که نجارون دوریدگر، اسم صفت مشبهه.
اما فعلش چی است؟ دورید کرد، استاگی کرد، استاگی میکندش چی میشود؟ فعل موضیش نجره. نجره یعنی دوریدگری کرد، یعنی که در استاگی تخته کار کرد. ینجورو، نجره ینجورو، ینجورو یعنی دوریدگری میکند. پس مصدرش میشود نجرون، دوریدگری کردن. نجره ینجورو نجرون. پس از بابی نصر ینصور از یکم بابی ثلاثی مجرد و از 22 بابی صرفی یکم باب است. نجره ینجورو نجرون، صفت مشبهش میشود نجارون. نجارون جمعش نجارونه، دوریدگرها. بعد از این میگه آلتون. آلتون آلت یا اسباب. آلتون آلت یا اسباب، همون چیزهایی که استا استفاده میبرند، بالغه و نمیدونم تیشه و تبر و چیزی که استفاده میبرند، همون را میگن آلت، یعنی اسباب. جمعش میشود آلاتون، جمع مؤنث سالم، یعنی آلت ها، اسباب ها. بعد از این میگه غسله. غسله یعنی شست، شستن. غسله شست. فعل مضارعش میشود از باب یفعلو، میشود یغسلو، سین رو کسره میتیم در فعل مضارع. یغسلو یعنی میشوید. غسله شست، یغسلو میشوید. مصدرش میشود غسلون، شستن. پس غسل یغسلو از باب ضرب یضربو است. غسل یغسلو از باب ضرب یضربو است. بعد از این میگوید قطع. قطع یعنی برید. قطع قطع کرد یعنی برید. فعل ماضی. فعل مضارعش از باب یفعلو است. پس عین رو در فعل مضارع فتحه میمونیم، میگیم یقطعو. یقطعو. یقطعو یعنی میبرد و یک مد در زمان آینده. پس قطعون این مصدر است، یعنی بریدن. قطعون یعنی بریدن، قطع کردن. پس قطع یقطعو از باب منع یمنعو هست، از باب سیوم است. باب سیوم شرط داشت حرف حلق باشد، عین باب یا لامی باب. پس ببینید لامی باب حرف حلق است. عین قطع حرف عین حرف حلق است، پس موافق است با شرط باب سیوم. این از باب سیوم است. بعد از این میگوید نشره. نشره اکنون اره کرد. مینشارون گفتیم در بالا که اره، پس نشره اره کرد. نشره فقط به معنی اره کردن نمیاد در زبان عربی، معنای زیاد دارد، اما صاحب کتاب به معنای اره کردن در اینجا ذکرش کرده است. مینشارون هم از همین نشره که به معنای اره کردن گرفتگی است. لیکن باز نشره در زبان عربی به معنای پهن کردن می شود. مثلا میگه که لا تنشر، مثلا پهن نکنی گپ رو، این سخن رو. لا تنشر الکلامه، مثلا پهن نکن سخن رو، فاش نکن. یا که لا تنشر سر، سری گفتم و پهن نکنی، به معنای پهن کردن می آید. و همچنین به معنای زنده کردن می آید. مثلا نشر الله الموت، نشر الله الموت یعنی زنده گردانید الله سبحانه و تعالی مرده ها را. یوم نشورش میگن، نشور. یوم نشور یعنی روز زنده گرداندن، روز قیامت. پس این یوم نشورش، نشور از نشره که از همین نشره است، لیکن به معنای زنده گردانیدن هست. پس این معناهای نشره و معنای زیاد دارد. همین سه تاش انشاءالله حاضرش تا کفایه میکنه و مشهورترینش هم همین سه تا است. بعد از این میگوید ینشورو، از باب یفعلو است. شین رو ضمه میکنیم در فعل مضارع، میگیم ینشورو. ینشورو اره میکند یا پهن میکند یا زنده میکند. سه ترجمه. بعدش مصدرش میشود نشرون. نشرون یعنی که پهن کردن یا اره کردن یا زنده گردانیدن. مصدر. اکنون نشر ینشرو از باب نصر ینصرو از باب یکم 22 بابی صرفی است. از باب نصر ینصرو است. نشر ینشرو، نصر ینصرو هر دوش از یک باب هستند. پس این هست کلمه های نوی درس 56. با همین کلمه های درس 56 با آخر رسید. پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 56.
صاحب کتاب میگوید که در حواری درس 56 که اخذت الشوکة و اکلت طعامی بها، میگوید که گرفتم ویلکه را، یعنی که چنگک را گرفتم، ویلکه را، و خوردم طعامم را با وی، دقت دادید. اخذتو فعل و فاعل، الشوکة مفعول به و اکلتو فعل و فاعل، طعامی مفعول به، طعام مضاف یا مضاف الیه، بها جار و مجرور. اخذت الشوکة و اکلت طعامی بها، گرفتم ویلکه را، گرفتم چنگک را و خوردم طعامم را با وی. خذ الملعقة واشرب شربتك بها، میگه که بگیر قاشقت را و بینوش شربایت را با وی. بگیر قاشقت را و بینوش شربایت را با وی. خود فعل امر فاعلش ضمیر مستتر انت، ملعقه مفعول به، و اشرب فعل امر فاعلش با ضمیر مستتر انت، شربت مفعول به، شربت مضاف که مضاف الیه، بها جار و مجرور. اکنون شربتک در اینجا بهتره بگیم خذ الملعقه واشرب حساءک. حساءک عربیش بگیم واشرب حساءک، و بخور شربایت را. بها به همون قاشق. اینها ضمیر در اینجا بها ضمیر برمیگردد به شوکه، الشوکه. در اینجا بها ضمیر برمیگردد به ملعقه، بخور با همون قاشق. بعد از این میگه که الام تطبخ الطعام في المطبخ و بنتها تساعدها في ذلك و تغسل الصحون بعد الاكل. میگه که مادر میپزد طعام را در آشخانه و دختر وی یاردم میکند وی را در آن و میشوید لعله ها را یا طبقچه ها را بعد خوردن. الامو مبتدا، تطبخو جمله فعلی خبر الامو، طعام مفعول به، تطبخو فاعل تطبخو هی است برمیگرد به فی المطبخ جار و مجرور. و بنتها و دختر وی تساعد و یاردم میکند. بنتو مبتدا، بنتو مضاف، ها مضاف الیه در محل جر، تساعد جمله فعلی در محل رفع خبر بنت، تساعدها فی ذلک، یاردم میکند وی را، تساعدو یاردم میکند، فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگرد به بنت، ها ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به، اینها برمیگرد به یاردم میکند وی را، که مادرش را. فی ذلک در آن، یا فی ذلک، این ذلک برمیگرد به طبخ یا به طعام برمیگرد، در پختن طعام یاردم میکند. و تغسلو جمله فعلی عطف است در جای تساعدو، و عاطفه، تغسلو عطف در جای تساعدو است، یعنی که دختر میشوید طبقچه ها را بعد خوردن. صحون مفعول به تغسلو است، فاعل تغسلو ضمیر مستتر تقدیر هی است برمیگرده به بنت. بعد ظرف است اکلی، این مضاف الیه است. بعد الاکل یعنی بعد خوردن. اکل خوردن یعنی مصدر هست. اکل یاکلو اکلون خوردن. بعد الاکل یعنی بعد خوردن. بعدش میگوید هل غسلت الشوکات والملاعق والصحون یا بنتی، میگوید که آیا شوشتی تو، هل غسلت الشوکات، آیا شوشتی تو ویلکه ها را یا چنگک ها را، والملاعق و قاشق ها را، و صحون و طبقچه ها را، یا بنتی ای دخترم. هل استفهامیه غسلتی الشوکاتی، غسلتی فعل، غسل فعل، ای تی ضمیر مستتر، تی ضمیر متصل مبنی علی الکسر فی محل نصب، فی محل رفع فاعل غسل است. اینجا نمیگیم تی علامت تانیث است، نه، این مؤنث هست اما این حرف نیست، این اسم است، ضمیر است، فاعل است. الشوکاتی مفعول به است، جمع مؤنث سالم که هست از این حساب فتحه را قبول کنه میگن کسرهش دادیم، پس میگیم الشوکاتی مفعول به منصوب
و علامت نصبه الكسره نیابتا عن الفتحه. والملائکه، ملائکه عطف است، واو عطف ملائکه عطف در جای شوکات. ما شوکات گفتیم که مفعول به است، ملائکه را ببینید فتحه گرفت، مفعول به است. و صحون عطف در جای شوکاتی، اینجا مفعول به. یا بنتی، یا حرف ندا، بنتی منادا مضاف مضاف الیه. ای دخترم، هل غسلت الشوکاتی والملائکه والصحون یا بنتی، آیا ششتی تو، تی یعنی تو، انت، هل غسلتی آیا ششتی تو چنگک ها را یعنی ویلکه ها را و قاشق ها را و طبقچه ها را ای دخترم. بعدش میگوید احترم معلمك دائما و احترم اباك و امك و جدك و جدتك و اخوتك و اخواتك. ببینید میگوید که احترام کن معلمت رو همیشه و احترام بکن پدرت رو و مادرت رو و بابیت رو و مامت رو و برادرانت رو و خواهرانت رو. دقت دادید؟ احترم فعل امر فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انت، معلمه مفعول به احترم، معلمه مضاف که مضاف الیه. دائما این گفتیم که ظرف است، همیشه احترام کن معلمت رو، دائمی، همیشه، همه وقت. و احترم با فعل امر فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انت. اباک، ابا مفعول به منصوب و علامت نصبی الالف نیابتا عن الفتحه لانه من الاسماء الخمسه. ابا از اسماء خمسه است، از این حساب علامت نصبش الف شد. این را در ذهنتون خوب داشته باشید طوری که در صرف در کتاب الاجرومیه خوانده بودیم. ابا کا، ابا مضاف که مضاف الیه در محل جر. و امت عطف در جای ابا، ببینید منصوب شد، برای عطف در جای مفعول به است منصوب. و جده همچنین عطف در جای ابا منصوب. و جدته اینجا منصوب برای مفعول به عطف است. و اخوتک اینجا به جای ابا دیدید منصوب. و اخواتک، این اخوات نمی شود، از این اخواتی میگه، جمع مؤنث سالم فتحه را قبول نمی کند، پس کسره میتیم به جای فتحه. و اخواتک میگه، اخواتک بگیم غلط است، برای اخوات جمع مؤنث سالم است، جمع مؤنث سالم فتحه را قبول نمی کند. پس میگه احترم معلمک دائما، احترام کو معلمت را همیشه. و احترم اباک و امک و جدک و جدتک و اخوتک و اخواتک، و احترام کن پدرت را و مادرت را و بابیت را و مامت را و برادرانت را و خواهرانت را. بعد از این میگوید انظر اثناء الدرس امامك دائما ولا تلتفت يمينا ولا شمالا لا تضحكوا اثناء الدرس ولا اثناء الصلاة. میگوید که انظر یعنی نگاه کن، فعل امر، اثناء الدرس در وقت درس، امامک پیشت رو، دائما همیشه و دائمی، ولا تلتفت یمینا ولا شمالا و متوجه نشو یا روی نگردان به طرف راست و چپ، یمین راست شمال چپ، و نگاه نکن به طرف راست و به طرف چپت. ولا لا تضحکو نخندید اثناء الدرس در وقت درس، ولا اثناء الصلاة و نه در وقت نماز، نخندید در وقت درس و نخندید در وقت نماز. میگه انظر فعل امر، اثناء، اینجا اثناء به خاطر چی منصوب است؟ به خاطر اینکه ظرف است. اثناء درس در وقت درس، نخندید در بین درس، در وقت درس. امامک انظر نگاه کن در وقت درس. انظر فعل امر است، فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انت، اثناء از ظرف است، اثناء مضاف، درسی مضاف الیه. امامه همچنین ظرف است، برای ما منصوب است. امامه مضاف که مضاف الیه دائما ظرف است. ببینید اینجا سه تا ظرف دومی در دوم اومدگی است. اثناء برای چی منصوب است؟ به خاطر اینکه ظرف است. امامه برای چی منصوب است؟ به خاطر اینکه ظرف است. دائما برای چی منصوب؟ به خاطر اینکه ظرف است. پس اثناء ظرفی زمان است، امامه ظرفی مکان است، دائما ظرفی زمان است، وقت. بعد از این میگه ولا تلتفت یمینا ولا شمالا، و نگاه نکن راست و چپت را. دقت دادید؟ ولا تلتفت، نگاه نکن طرف راست و طرف چپ را. لای چی است؟ لای ناحیه است. تلتفت فعل مضارع مجزوم شد. ببینید تلتفت اصل تلتفتو بود،
تلتفتو یعنی نگاه میکنی تو، لا تلتفت یعنی نگاه نکن تو، یمینا ولا شمالا، طرف راست و طرف چپت را. لا تضحکو اثناء الدرس نخندید، لالای چی است؟ نافیه، لالای ناهی است. تضحکو اصل تضحکو نبود، نون داشت، این لا آمد اون نون رو از بین برد. نخندید این واو در محل رفع فاعل است. لا تضحکو نخندید شما اثناء الدرس همچنین ظرف، ولا اثناء الصلاه همچنین ظرف. اینجا هم بعد از این میگوید که الفأس والمطرقه والمنشار آلات النجاری. میگوید که تبر، الفأس تبر یا تیشه، والمطرقه ملتاک یا بالغه، والمنشار اره، آلات النجاری آلت‌های اسباب‌های دوریدگری است، استای تخته است. آلت اسباب‌های استای تخته است. الفأس والمطرقه والمنشار آلات النجاری. الفأس مبتدا والمطرقه عطف جای الفأس والمنشار عطف جای الفأس. آلات خبری، الفأس خبری مبتدا، آلات مضاف، النجاری مضاف الیه. الفأس والمطرقه والمنشار آلات النجاری. میگه که تبر و تیشه و ملتاک یعنی بالغه و اره اسباب‌های دوریدگری است. بعدش میگه بالفأس یقطع نجار الخشبه، بالفأس یقطع النجار الخشبه و بالمنشار ینشره و بالمطرقه یضرب المسمار فی الخشب. میگه که بالفأس یعنی با تبر یا با تیشه، یقطع النجار میبرد دوریدگر الخشبه چوب را، و بالمنشار و با اره ینشره اره میکند وی را، و بالمطرقه و با ملتاک با بالغه یضرب المسمار فی الخشب میزند میخچه را در چوب. بالفأس جار و مجرور متعلق به یقطع. یقطع فعل مضارع، النجار فاعل یقطع، الخشب مفعول به یقطع. و بالمنشاری عطف از جای بالفأس، عطف جملهش هم بگه میشود. جار و مجرور متعلق به ینشرو. ینشرو فعل مضارع، فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگرده به نجار. ینشرو نجارو هو است تحتش. این هویی که میگه ینشرو هو، این هو ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل نصب مفعول به است. این هو برمیگرده به خشب، یعنی که ینشرو النجار الخشبه، ینشرو النجار الخشبه یعنی میبرد اره میکند دوریدگر چوب را. این هو یعنی چوب. و بالمطرقه و با بالغه با ملتاک یضرب میزند فعل مضارع، فاعلش ضمیر مستتر هو برمیگرده به نجار، المسمار مفعول به یضرب فی الخشب در چوب، جار و مجرور متعلق به یضرب. بالفأس یقطع النجار الخشب و بالمنشار ینشره و بالمطرقه یضرب المسمار فی الخشب. یعنی با تبر میبرد دوریدگر چوب را و با اره میکند وی را و با ملتاک میزند میخچه را در چوب. بعدش میگوید المعلم یحب التلمیذ المطیع فکن مطیعا. میگه که معلم دوست می‌دارد شاگرد اطاعت کننده را، شاگرد گبگیر را، پس باش گبگیر، پس باش اطاعت کننده. المعلم مبتدا، یحب جمله فعلی در محل رفع خبری، المعلم خبری مبتدا. یحب فعل مضارع، فاعلش ضمیر مستتر هو برمیگرده به معلم. التلمیذ مفعول به یحب، المطیع صفت تلمیذ، فکن پس باش فعل امر، اسم کن از اخوات کن است، این اسم خبر میگیرد، پس باش اسم کن میشود که انت، فکن انت پس باش تو، ضمیر مستتر انت. مطیعا خبری کن است، خبری کانه افعال ناقصه است، از این حساب منصوب است. المعلم یحب التلمیذ المطیع فکن مطیعا. معلم دوست می‌دارد شاگردی گبگیر را، پس باش گبگیرنده.
بعدش میگه که الولد العاصی لا يحبه احد لا معلمه ولا ابواه ولا اقاربه. یعنی که الولد العاصی یعنی که پسر بچه سرکش را، پسر بچه گبناگیر را دوست نمی‌دارد یگان کس، نه معلمش و نه پدر و مادرش و نه خویش و تبارش. دقت دارید؟ الولد العاصی، الولد مبتدا، العاصی صفتی الولد. العاصی در اصل العاصیو بود، حرکت در یا ثقیل کی بود، از این سو حرکت چه گرفتیم، پس میگیم که الولد مبتدا، العاصی صفت ولد مرفوع علامت رفعی الضمه المقدره منع من ظهورها. در اینجا چی میگیم؟ الثقل میگیم، ثقل میشه العاصیو بگویی لیکن ثقیل است، تعذر نمیگیم، ثقل میگیم. لا يحبه دوست نمیدارد وی را یگان کس. لا لای جدا لای چی است؟ لای نافیه است، لای ناهیه نیست. يحبو فعل مضارع فاعلش ضمیر، فاعل يحبو هو ضمیر متصل مبني على ضم في محل نصب مفعول به، احد فاعل يحبو برای خاطر مرفوع است. لا يحبه احد دوست نمیدارد وی را یگان کس. لا معلمه نه معلمش، ولا ابواه و نه پدر و مادرش، و نه ولا اقارب و نه خویش تبارش. هو معلمه، ابواه اینه، اقاربه اینه، همه این ضمیرها برمیگرد به ولد. نه معلمی همون ولد عاصی، نه پدر و مادر ولد عاصی و نه خویش تبار ولد عاصی، هیچ کار دوستش نمیدارند. بعدش میگه که کن مؤدبا و مطیعا ولا تكن عاصیا لان العاصی لا يحبه احد. میگه باش با ادب، گبگیر باش و اطاعت کننده باش، مطیع باش، گبگیر باش، مؤدب با ادب با اخلاق باش، مطیع گبگیر اطاعت کننده باش، ولا تكن عاصیا و سرکش گبناگیر نباش. لان العاصی زیرا اینکه سرکش را، گبناگیر را، لا يحبه احد هیچ کس دوستش نمیدارد. کن فعل امر، اسم کن ضمیر مستتر تقدیر انت، از افعال ناقصش اسمش انت است. مؤدبا خبر کن است برای خاطر منصوب است. و مطیعا و یعطف مطیعا عطف در جای مؤدبا. ولا تکن لا در جلال ناهیه است، نافیه نیست، ناهیه است. تکون فعل مضارع مجزوم بلای ناهیه است. ولا تکون نباش، تکون فعل مضارع لای ناهیه جزمش کرد، علامت جزمش از سکون. و اسم تکون ضمیر مستتر تقدیر انت، ولا تکون انت و نباش تو عاصیا خبری تکون، از این حساب منصوب است. لان لام تعلیل، ان از اخوات ان حروف مشبه بالفعل، العاصیه اسم ان برای خاطر منصوب است. لا يحب احد جمله فعلی خبری ان، لا يحب احد رو در اینجا اعرابش بیان کردیم، لا يحب احد. بعد از این میگه اين كنت في الصيف، میگه در کجا بودی تو در تابستان. اين كنت في الصيف، در کجا بودی تو در تابستان. اين ظرف است، كنت فعل از فعل افعال ناقصه، این تا ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل رفع اسم کن، اسم کان است. دقت دادید؟ فی الصیفی جار و مجرور متعلق به کائنن خبری کان است. میگه کنتو عند اقاربی فی الصیفی، میگه بودم در نزد خویش و تبارم در تابستان. بودم در نزد خویش و تبارم در تابستان. پس این هست درس 56 از کتاب تعلیم زبان عربی و در اینجا این درس را به پایان میرسانم. تا درس آینده یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.